سلام علیکم دوستای عزیز. که مطالعه کردن واقعا فایده داره خوبه، ولی در نظر بعضی ها، در نظر شما بسیار ساده و ساده یک چیزی پیش پا افتاده به نظر میرسه. خب دوستا، بعضی هستن که به خاطر اینکه که خود نمایان کنه و دیگران نشان بده، نفهم برو کتاب بخونم یا این کتاب فایده داره، روز دو صفحه کتاب بخونم. ولی بعضی کسایی که واقعا اهل مطالعه هستن، اونها خمه زیاد فشار نمیاره که مطالعه کتاب بخونم. نه، اونا شما را در حال خودشون رها میکنن و به صورت غیر مستقیم میفهمونه که کتاب خواندن فایده داره. و ما میخوایم که خودم زیاد اهل مطالعه نیستم و یکم وقت کتاب بگیرم باید خوبش باشه میخونم و کتاب خوشم بیاد صد میخونم. دوستا این کتاب رو من داشتم معرفی نم، خوبی من رو پیدا میکند از هاکان منگوج، فایزه پور علی ایره در فارسی ترجمه کردم. بریم بخونین، مطمئنم که 100% باثر واقع میشه. از این کتاب که شما سه چیزی که واقعا سه مفهومی، سه لغتی، سه خلاصه همون موضوعی که خوب باشه، مفید باشه بفهمین، اینمی خیلی چیزه برایشون، خیلی چیزه واقعا برایشون تاثیر میده. از اینکه وقت ناک من در تیک تاک میفهم در چیز فلان زایمونین، برین یک کتاب بخونین دیگه. نظر خوب این دمون بگین که مون در تیک تاک شریک کنیم در اون چیزی که مون فایده بگیریم. بخیر، سلامت باشین دوستا، سلامت باشین، خوش باشین.